سلام بچه ها، چه حال، چه احوال؟ اوضاع احوالتون چطوری هست؟ خب امروز یه بازی داریم. بگیم چی؟ قضیه اینه که من میخوام امروز یه دونه چهره طراحی کنم. از اونجایی هم که استعدادم توی طراحی چهره چندان چنگی به دل نمیزنه، در نتیجه شما باید خیلی تلاش کنید که بفهمید من دارم کیو میکشم. یه مقدار راهنمایی ها وسط کشیدن و طراحی چهره هم وجود داره که خودش هم بازیه، هم این که سرگرم میشیم. بریم نتیجه کار ببینیم که یه مقدارم وسطش سعی کنید که حدس بزنید ببینید من دارم کی رو میکشم. البته مطمئناً کار سختیه، چون که طراحی چهره‌ام واقعا دیگه. حالا بیاین همراه باشیم ببینیم چی میشه. خب طراحیمون رو شروع میکنیم. بگیم خب تا شروع کنیم بریم ببینیم چطوری میشه. اصلا یه جورایی میخوام غافلگیرتون کنم و بدجور همراه باشید. خب اول از همه یه دونه سر میخوایم بذاریم برای صورتش رو نشون بدیم. اینجا خط رویش موهاش، یه خط برای جدا کردن ابروهاش، بینیش. خب اینجا گوشاش. حالا بالای این خطه ما ابروشو میکشیم و پایین خط چشماشو. خط ابروها درست از بالای سر گوش میگذره. خب حالا محدوده موهاش رو مشخص میکنیم که تا پایین بیاد و اینجا هم گردنش، یقه پیراهنش و یقه سمت چپش. که اینجا مشخص میشه. خب باید بهتون بگم که چهره‌ای که داریم میکشیم مربوط به یه آقا پسره. البته آقا پسر که نه، یه آقاست. الان حدود 59 سالشه و باید بگم که موهاش رو هم میخوایم تا تقریبا پایین سرش و وسط گردنش ادامه بدیم. این آقای 59 ساله ما در شانه اوکلاهامای ایالات متحده به دنیا اومده و در دانشگاه میزوری درس خبرنگاری خونده، در بخش یعنی در حوزه مثلا تبلیغات و اینا بوده، اما خوشش نمیاد و قبل از اینکه دانشگاهش رو فارغ التحصیل بشه ازش ول میکنه، بدو میره دنبال یاد گرفتن حالا بازیگری، چون توی شهر خودشم شرکت‌های فیلمسازی و اینا نبوده، میاد توی لس آنجلس و کلاس‌های بازیگری. خب یه ذره راجع به نقاشی، چشماشو که دیدین، بینیش رو مشخص کردیم، بینی ظریفی داره و بعد لب‌های بالا و پایینش رو باید جداگونه بکشیم، یه لبخند شگون براش بذاریم. حالا گونه‌های به نسبت فرو رفته‌ای داره و چانه زاویه دار. چقدر خوشم اومده از این کار کردن روی جزئیات صورت. خب این قسمت هم سیرک گلوش و بعد
سراغ اجزای ریز صورتش. خب اولین فیلمی که برای من خیلی جذاب بود از این هنرپیشه دیدم فیلم 7 بود. احتمال زیاد باید دیده باشینش. یه فیلم جنایی و کارگاهی بود که خود به این نقش که این آقا بازی میکرد نقش دوم مرد فیلم بود. در نقش یک کارگاه بازی میکرد. جونم براتون بگه که اول بذارید موهاشو با پودر زغال کامل بپوشونیم. برای موها باید حتما از پودر زغال استفاده کنیم، چون اگه بخوایم فقط با مداد کار کنی خیلی طول میکشه. برای خوابوندن همه پودر زغال روی صفحه کاغذ هم میتونی از پنبه ابری استفاده کنی. ببخشید پوزش میخواهم. خب حالا دوباره یه مقدار از این پودر زغال برای پررنگ کردن ابروهاش و سایه انداختن روی بینیش و بقیه سمت چپ صورتش هم استفاده میکنیم. حالا سمت چپ صورتش رو میخوایم یکم تیره تر کنیم از هر قسمت که نگاش کنید. متوجه شدین که یا نه؟ هنوزم من باید کمک کنم؟ یعنی این همه استعداد نشون نمیده من دارم کیو میکشم؟ اصلا ادامه بدیم. خب بخوام براتون بگم فیلم دومی که برای من خاطره انگیز بود فیلم ترواس سال 2004 تولیدش بود که اونم فیلم بسیار معروفی شد. این قسمت مخصوص ریششه که سن این آقا هم باید به نوعی بالاتر میبره و بعد گودیای لاله گوشش که داریم میکشیم و موهای قسمت شقیقه. یه فیلم دیگه که من میتونم بهتون بگم که حتما دیگه مطمئنم یادتون میاد که این آقا اسمش چی هست و من دارم با هنرنمای خودم میکشمش، فیلم آقا خانم اسمیت بود. الان چی؟ همزم اصلا شبیه نیست؟ نمیدونین؟ هیچی؟ اینقدرم حدس نمیزنی؟ دیگه نمیدونم چیکارش کنم. دیگه نمیدونم چیکارش کنم. واقعا نمیدونم. خب حالا یه مقدار روی بینیش میخوام کار کنم و بعد سایه های روی بینیش رو یه مقداری سعی کنم برجستگی بینیش و ظریف بودن بینیش مشخص بشه و بعد برم سراغ تارای موهاش. یه چیز باحال که براتون بگم، یه فیلمی به نام روزی روزگاری در هالیوود در سال 2018 بازی میکنه این بازیگرمون که توش برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد میشه. حالا توی قسمت تار موها رو کشیدن، چون این بازیگرمون موهاش بور هست باید سعی کنم که تعداد تار موهای سفیدی که میکشم بیشتر بشه. خب همونطور که میبینی نقاشی و طراحیمون داره تکمیل تر میشه. دیگه فکر کنم متوجه شدین یا هنوز نشدین که
استعداد من در طراحی واقعا زبان زده خاص و عامه. از همون اول اصلا متوجه شدید. خب حالا میایم رو سایه های گردنش کار میکنیم. تیرگی های یک طرف گردن و بعد تیرگی زیر یقه پیراهن، روی اونا کار میکنیم و بعد خطهای یقه رو با پودر زغالمون کمی هماهنگتر میکنیم چون پیراهن سفید رنگه. اینو که بگم دیگه حتما فهمیدین. ایشون 2 تا ازدواج داشتن، یکی با جنیفر آنیستون و یکی با خانم آنجلینا جولی که از خانم آنجلینا جولی کلا با همدیگه 6 تا بچه دارن که 3 تاشونم به صورت بین‌المللی از کشورهای مختلف به فرزندی گرفتن. خیلی هم تو اخبارای مربوط به بازیگرا ازش صحبت میشه. ایشون در سال 2016 اعتیاد به الکلشون ترک کردن، از قرار اعتیاد به الکل داشتن و بعد به صورت ناشناس هم در جلسات ترک مشروبات الکلی شرکت میکردن که بتونن این اعتیاد رو ترک بکنن. خب حالا که تونستیم پیراهنش هم مشخص کنیم، چشماش رو هم پررنگ میکنیم و تمام. یه پسرجانی دارم رد شده، بهش میگم نگاه کن ببینی شبیه یا نه، میگه این در پیته به جای برد پیت. نه میگم هی بچه بزرگ میگه در پیت. معرف حضورتون.